بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيبنا وسيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا كريم. دوستان عزیزان، بینندگان محترم، در خدمت شما هستم با سلسله درس‌هایی از تفسیر نور. در آخرین درس آیاتی را با هم مرور کردیم از سوره مبارکه البقره که در آن خداوند عزوجل به ضرب المثلی از ضرب المثل‌های قرآنی اشاره میکنه. ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوده فما فوقها، که دانستیم شرح و تفصیل این آیه و آیه ما بعدش ولو به مطلب این بود که خداوند سبحانه و تعالی اباهی نداره و از کسی واهمه ندارد که مثالهایی بزند از هر عالمی که باشد. عالم انسانها همونطور که گذشت دو مثال از عالم انسانهای منافق، مثال آبی و آتشین قرآنی را که به تفصیل شرح دادیم، یا مثالهایی که از عالم حیوانات یا پرندگان و یا حتی حشرات باشند که در نظر انسانها شاید حقیر و پست باشند، اما خداوند عزوجل در فرهنگ و ارزش‌های خلق اون چیزی پست و حقیر نیست. هر چیز در دنیا از پی حکمتی است و لذا دانستیم که خداوند سبحانه و تعالی میخواد این مثال را بزند که آنچه که مورد پرستش قرار میگیرد غیر از الله ارزش پشه‌ای هم نداره یا ارزش عنکبوتی هم نداره، بلکه از اونها هم پست‌تر هستند. ان الذين اتخذوا من دون الله اندادا مثلهم كمثل العنكبوت اتخذت بیتا. اونایی که غیر خدای را عبادت میکنند مثالشون مثل عنکبوت، شاید از آن هم پست‌تر باشند، از آن هم سست‌تر باشه. و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو كانوا یعلمون. یا در این آیه که خداوند عزوجل میخواد بگه که این مثال ها رو میزنیم تا انسان ها سر رشد و عقل خودشون بر بگردند، به فکر بیفتند که آنچه راهی که را انتخاب کرده اند در ظلمت ها و تاریکی های شرک و خرافات اونها ارزشی نداره و بلکه از پشه‌ای هم بی ارزش تره. ما اون آیات رو با درس و عبرت هایی که بود پشت سر گذاشتیم و دانستیم که خداوند عزوجل آنها را زیانکاران واقعی معرفی کرد، آنها را فساقی که امر خداوند را، اوامر الهی را پشت سر میگذارند، عهد میثاق خداوند را میشکنند و نسبت به اهل دنیا به فساد میپردازند، در زمین فساد میکنند. اینها زیانکاران واقعی هستند. ادامه این آیات را دو آیه دیگر 28 و 29 سوره البقره در آن خداوند سبحانه و تعالی تعقیب و ادامه این موضوع را میده که انسانها وقتی این راه را طی کنند، راه ظلمت و گمراهی را ادامه بدن، باید مورد توبیخ و نکوهش شدید قرار بگیرند. مگر نمیدانند که خداوند خالق است؟ مگر نمیدانند که دنیا و تمام هستی مخلوق امر خداوند هست؟ پس بنابراین چرا باید غیر خدای مورد عبادت قرار بگیره؟ حالان که میدونند در این زمین پهناور و در دنیای و هستی جهان پهناور گسترده همه چیز برای انسان آفریده شده است. ابتدا این آیات مبارکه را بشنویم و سپس به شرح معانی و مفاهیم اون و شرح و تفسیر اون بپردازیم. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. محورهای درس امروز ما شامل بحث درباره آیه 28 و 29 از سوره مبارکه البقره است. معانی و مفاهیم این کلماتی که در این دو آیه گنجانده شده توضیح میدیم، سپس به ترجمه آیات میرسیم و از اون پس شرح و تفسیر و بسط میدیم و ارتباط میدیم این آیات را به هم دیگه و در نهایت
درس ها و نکات آموزنده اون را انشاءالله با هم مرور میکنیم. معانی کلماتی که در این آیه نهفته است، خداوند عزوجل فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کیف تکفرون بالله، کیف تکفرون بالله. این یک نوع توبیخ به کفار، چگونه به خداوند به الله کفر می‌ورزید. گفته شده کیفه، کیفه سوال است، از حال هست، از وصفه، ولی در اینجا یک نوع توبیخ هست و خداوند عزوجل از اون انسان‌های کفار جواب نمیخواد، چون کیفه غالبا در جواب سوالی است که جواب مطرح میشه، در قبالش از مخاطب جواب گرفته میشه، باید پاسخ بده که چگونه است و در چه حال و وصفی به سر میبره. اما خداوند عزوجل این یک استفهام انکاریه، میخواد اونها را نکوهش بکنه و سرزنش بکنه، میگه این چه حالی است که شما دارید، کیف تکفرون بالله. پس بنابراین غفلت از حقیقت آفرینش و پیدایششون بوده که در این دنیا که اونها را در این تاریکی ها و این ظلمت ها و این خرافات و جهالت ها گم کرده. خدا میخواد اونها را نکوهش بکنه، ای کفار این چه وضعیه که دارید، در حالی که یعنی این چه وضعی دارید با کفرتون، کیف تکفرون بالله، با چه حال و وصفی دارید کفر میورزید. و کنتم امواتا، این واو همیشه معنا و مغزای خاصی داره. میگن که علماء لغت میگن واو حالیه، یعنی چگونه شما شرک و کفر میورزید در حالی که کنتم امواتا، شما مردگانی بودید. گفته شده دو مرحله مرگ و دو مرحله زندگی خداوند در این آیه مطرح کرده، همچون که در سوره دیگر هم در قرآن کریم میاد و انشاءالله به طور مفصل بهش میرسیم. اون زمانی که در قیامت منکرین قیامت میگن ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. خداوند دیگه در بازگشت به این دنیا را بسته، دو بار زندگی و دو بار مرگ. منظور چیه؟ علماء اهل تفسیر اینطور استنباط کردن که انسان وقتی که وجود نداره معذرت میخوام، مثل این که در شمارش مردگان هست، این یک مفهوم، یا این که انسان وقتی که اصلش وجود داره اما جان ندارد، روح نداره، باز هم در اعداد و شمارش مردگانه. اون زمانی که انسان نطفه گندیده است در رحم مادرش یا در بدن پدرش، پس بنابراین اون هیچ حیاتی درش نیست. کنتم امواتا، این نطفه های بی ارزش اون زمان که همه کس ازش بیزاری میکنن، پس بنابراین در اعداد مردگانه، هیچ ارزشی نداره. و کنتم امواتا فاحیاکم. کتاب الله کتاب الله کتاب الله. پس خداوند عزوجل بود که پس از اون بی حیاتی و مرگ واقعی، مرگی که هستی درش نبود، شما را زنده کرد، یعنی شما را به وجود آورد، یا اینکه در کالبد شما روح دمید. از اینجا یک مفهوم خیلی جالب و زیبا استنباط کردن علمای فقها و دانشمندان علوم اسلامی و علوم قرآنی، و اون این که تا قبل از دمیدن روح در جنین ارزش انسانی نداره. یعنی اگر سقط بشه قبل از 4 ماه، اونجا دیگه هیچ احکام انسانی بهش تعلق نمیگیره، نه غسل میخواد، نه کفن میخواد، نه دفن میخواد و نه عقیقه میخواد به عنوان خونی که باید برای بچه بریزن، و نامگذاری میخواد. هیچ کدوم از اینها بهش تعلق نمیگیره، در حالی که بعد از 4 ماه چون روح درش دمیده میشه، تمام احکام یک انسان کامل بهش تعلق میگیره. فاحیاکم، پس انسان در زمانی که جنین و نطفه کامل هست، اون زمانی که به جنین کامل انسانی تبدیل میشه بعد از 4 ماه که زنده میشود. پس فاحیاکم میخواد اینجا بگه که و کنتم امواتا، گفتیم که تا این که نطفه بودی هیچ آیت نبود، لذا از جمله مردگان بودی. فاحیاکم یعنی شما را زنده کرد یا خلق کرد و آفرید، حیات و روح بخشید. ثم یمیتکم ثم یحییکم، همچنان که زنده کرد بعد از اینکه در حالت مرگ بودید یا نیستی بودید، مرگ اول را نیستی و نابودی گرفتن غالبا، سپس در این دنیا پس از انتهای اون مدت و مهلت مشخص میمیراند. ثم یمیتکم، سپس شما را میمیراند. پس زندگی و مرگ
حیات و مرگ به دست کیه؟ به دست الله است. اونی که زندگی میبخشد و اونی که دوباره این زندگی را از انسان میگیره، یعنی انسان را دوباره میمیراند. فاحیاکم ثم یمیتکم، یعنی سپس، و ثم همون حرف عطف است، مثل واو مثل فا، ولی برای تراخی و تأخر. اینکه انسان مهلتی داره در این دنیا تا اینکه زندگی خودش رو بکنه، ولی این مهلت مشخصه و این اجل مسماست به تعبیر قرآنی و هیچ کس نمیتونه از اون پرده برداره، جز اسرار کائناته. ولی هیچ کس نمیدونه چقدر عمر خواهد کرد و چند سال زنده خواهد بود. پس بنابراین ثم یمیتکم، پس از این مدتی که خداوند فقط میدونه شما را میمیراند. ثم یحییکم، و بعد از این مرگی که در دنیا براتون اتفاق میفته، در قیامت دوباره شما را چیکار میکنه؟ زنده میکند. ثم الیه ترجعون، و سپس آن زمان هست که به سوی خداوند باز میگردید. بازگشتن غالبا شروعی داره، مثل اینکه اون مبدأ را میخواد بگه که چون مبدأ خدا بوده، از خدا، امر خداوند، دستور خداوند برای خلق شما بوده، سپس پس از مرگ آخرت و یا زندگی آخرت دوباره برمیگردید به همون خدایی که شما را خلق کرده. بنابراین جهان آخرت جهان بازگشت به حقیقت است، جهان بازگشت به خداوندی است که انسان را خلق کرده و آفریده. ثم الیه ترجعون، و بازگشت غالبا برای دو امره، یا پاداش گرفتن و یا مجازات و کیفر شدن. در آیه بعدی داریم هو الذی خلق لكم، خلق لكم یعنی اوست خداوند عزوجل، ذاتی است که یا کسی است که خلق لكم. و درباره خلق در درس گذشته گفتیم که منظور از خلق به دو معنا اطلاق میشه، یا به معنای ایجاد و آفرینش از نیستی، به این معنا جز برای خداوند جایز نیست اطلاق بشه، همونطور که خداوند فرمود افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. این یک نوع توبیخ و سرزنش هست برای مشرکین، اونهایی که غیر خدای را عبادت میکردن. بیاید نگاه کنید، اونی که آفریننده هست با اونی که آفریننده نیست یکسانه؟ یکسان نیست. پس چرا تذکر نمیگیرید؟ چرا پند نمیگیرید؟ موعظه نمیگیرید؟ چرا بر نمیگردید؟ چرا خدایی را با غیر خدا یکسان کردید؟ کتاب الله، کتاب الله، کتاب الله. پس بنابراین اگر به معنای خلق، به معنای ایجاد و آفرینش از نیستی باشه، جز برای خدا جایز نیست. اما اگر برای نمونه ایجاد چیزی از نمونه آن و از سبب دیگه باشه، اطلاق شده، در قرآن هم هست، همونطور که درباره حضرت مسیح علیه السلام و تخلق من الطین که هیئت الطیر، گفتیم که یکی از معجزات حضرت مسیح علیه السلام این بوده که پرندگانی را با گل درست می‌کرد، بس از روح مسیحیتی که خداوند سبحانه و تعالی بهش الهام کرده بوده و اون جزء معجزات بوده، میدمیده و اون به یک پرنده زنده تبدیل می‌شده. و این نمونه از معجزات خداوند برای این پیامبر بزرگوار و اولوالعزم بوده، شکی درش نیست. ولی این یک نمونه است، یعنی اسباب کار را خداوند براش فراهم کرده بوده و بهش الهام کرده بوده که با این دم مسیحیت شما میتونید چیکار کنی. و همین خاطر معروف است که فقط در اون مرحله بوده و برای معجزه. خلق لكم، پس دلیل بر این است که اصل تمامی نعمت‌هایی که در دنیا آفریده شده برای انسان هست. و به همین خاطر شما نگاه کنید، در دنیای هستی همه چیز مسخر امر خدا هست. همه چیز خدای مسخر امر انسانش کرده. یعنی بزرگترین حیوان دنیا را در نظر بگیرید، قدرتمندترین جاندار دنیا را در نظر بگیرید، مسخر عقل کوچک انسان هست. عقلی که در اندازه کوچکه اما در معنا و محتوا بسیار بزرگه و همه چیز را مسخر امر خودش کرده. ولذا ولقد کرمنا بنی آدم، انسان مکرم شده، ولی با چی؟ با عقلش، عقلی که میتونه همه چیز را مسخر امر خودش بکنه. اینجاست که باید انسان ارزش خودش بدونه و بدونه که خلق لکم اختصاص هست، خداوند آفریده و برای انسان آفریده. اینجاست که سعدی رحمت الله علیه در اون شعر زیبایش میفرماید ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. خداوند عزوجل سپس فرمود هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا. ما فی الارض جمیعا یعنی هر آنچه در زمین هست. و این فی الارض وقتی گفته نگفته علی الارض،
یعنی چون هم دلالت بر آنچه در روی زمین هست و آنچه در باطن زمین هست. چون فی هم به معنای رو میاد، هم به معنای در میاد، هم به معنای رو میاد. چون فی به معنای علا هم استعمال شده، در به معنای علا هم در لغت عربی استعمال میشه. پس اینجا یکی از معجزات لغوی قرآن هست که خداوند عزوجل میفرماید هر چی در زمین هست، در زمین یعنی چه در روی زمین باشد چه در باطن زمین باشد، و خداوند عزوجل از معادن بسیار زیادی که ذخیره های زیرزمینی است انسان رو بهره مند کرده و این رو همه میدونن. پس بنابراین همه اینها چیه؟ همه اینها و جمیعا برای تاکید ذکر آمده است. بالله خلق لكم ما فی الارض دلالت بر همه چیز میکنه و جمیعا برای تاکیده که همه چیز مال شماست، برای شما و برای زندگی شما فراهم شده در این دنیا. قدر اون را بدونید و از این نعمتها خوب استفاده کنید. والذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا. و از اینجا یک نکته خیلی زیبا و جالب استنباط کردن علما و فقها و دانشمندان علم فقه، اومدن استنباط کردن که این اصلی است بر این که یک قاعده کلی در مسائل دینی و شرعی به اون میده، در حلال و حرام ها به اون میگن که هر چی در زمین هست اصل بنابر اینه که حلال و مباح باشه. چرا؟ خداوند فرموده که همه چیز واسه شماست. زمان اجازه جواز و تجویز صادر میشه که خداوند اختصاصش داده به بندگانش، به انسانها. پس بنابراین هر نوع میوه‌ای، هر نوع گوشتی، هر نوع خوردنی، هر نوع آشامیدنی در این دنیا اصل بنابر اینه که چی باشه؟ پاک و حلال و درست باشه خوردنش، استفاده کردنش، بهره بردنش، مگر اینکه دلیل قطعی شرعی از قرآن یا سنت یا اجماع یا قیاس بیاد و ثابت بکنه که این مسئله، این نوشیدنی، این خوردنی، این پوشیدنی حرام است. اونجاست که ما میگیم این از جمله خوردنی های حرامه، این نوشیدنی از جمله نوشیدنی های حرام است، این پوشیدنی از جمله پوشیدنی های حرام است. بس بنابراین حرام همیشه معدود انگشت شماره و این از حکمت خداوند سبحانه و تعالی در خلقشه تا بندگان را چیکار کنه؟ آزمایش بکنه. در میان آن همه نعمت‌های فراوانی که در دنیا وجود داره، خداوند انگشت شمار و محدود نعمت‌هایی است که اومده چیکارش کرده؟ حرامش کرده تا انسان‌ها را آزمایش بکنه. آیا مؤمنان صادق یا غیر مؤمنانی که ادعای ایمان دارند یا ادعای کفر دارند چگونه میتونن خودشون را محک بزنن و آزمایش کنن در این زمینه؟ سپس فرمود ثم استوى علی العرش. بعد از اینکه دنیا را آماده کرد با تمام اون نعمت‌هاش واسه انسان‌ها، خداوند فرمود ثم استوى. سپس خداوند عزوجل استوا معانی متعددی در لغت عرب داده. استوا هم با لفظ ما بعدش علا یا الا معانی متعددی میده، ولی اون چیزی که علامه راغب اصفهانی رحمت الله علیه در مفرداتش میگن، میفرماید در لغت به دو معنا می آید. اول به معنای برابری و مساواته، میگن استوا فلان و فلان، یعنی این دو نفر با همدیگه یکسان شدن در یک کاری که میخواستن انجام بدن، برابر و یکسان هستن. استوا مثلا میگیم علی و احمد، یعنی علی و احمد در این کار با هم یکسان بیرون اومدن، برابر بودن تو کارشون. پس معنای تساوی و برابری میده. اگر که بین ذواتی باشه و با واو بیاد، استوا فلان و فلان. معنای دوم به معنای اعتدال و استقامت یک چیز در ذات خودشه که خداوند عزوجل درباره حضرت نوح علیه السلام زمانی که بر کشتی میخواست قرار بگیره و طوفان شروع شد، فرمود فاذا استویت انت و من معك على الفلك فقل الحمد لله الی آخره، که هنگامی که یا نوح، هنگامی که شما و همراهانتون بر کشتی قرار گرفتید، به معنای قرار گرفتن و چیره شدن و استیلا و غلبه کردن، یعنی اومدید و از سوار کشتی شدید و از اون کشتی استفاده کنید، راه اندازیش کردید، اون وقت شکر و سپاس خدا را فراموش نکنید. فقل الحمد لله الذی الی آخره. و اینجاست که این دو معنا میده در ظاهر لفظ، ولی وقتی با لفظ علا متعدی بشه، یعنی بعد از استوا علا بیاد و استوا علی فلان، معنای چی میاد؟ ارتفاع و بزرگی و برتری میده. خداوند عزوجل در 7 جای قرآن کریم استوا علی العرش اومده. استوا علی العرش یکی از صفاتهای فعلیه خداوند عزوجل. معناش چیه؟ علما در این زمینه به اقوال زیادی اشاره کردن، جایی بست و بحث و بررسیش نیست. آنچه که میخوام بگیم
به قول مجاهد رحمت الله علیه، یکی از شاگردان ممتاز مفسر قرآن که شاگرد عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بود و در روایتی امام بخاری رحمت الله علیه این روایت ازشون نقل میکنه در تفسیر استوا میفرماید علا و ارتفع. یعنی چی؟ یعنی خداوند عزوجل بر خلقش چی؟ برتری گرفت و در علو قرار داره. به همین خاطر ما میدونیم که انسان ها خیلی آراحت، هر انسانی که میخواد یا خدا و یا الله بگه دلش و دستاش رو به آسمان میکنه. یعنی قبل از اینکه حتی دستاش به آسمان دراز کنه قلبش متوجه بالاست. چرا؟ چون متوجه میشه که خداوند در علو و در بلندی قرار داره. اینجاست که خداوند سبحانه و تعالی فرمود ثم استوى الى السماء. حالا در الی السماء وقتی که با لفظ الی باشد چه معنا میده؟ علامه ابن کثیر رحمت الله علیه میفرماید که در اینجا وقتی استوا با الی متعدی بشه معنای قصد و اراده میدهد. استوا الی فلان یعنی قصد و اراده فلان کار کرد. اینجاست که خداوند عزوجل بعد از اینکه زمین را آماده کرد، زمین را آماده کرد با تمام نعمتهاش برای اینکه مهدی و جایگاهی و مستقری برای زندگی انسان باشد، آسمان را هم چیکار کرد؟ مهیاش کرد. آسمان را به عنوان سقفی برای زمین قرار داد تا اینکه از گزند منظومه های دیگر و موجودات دیگر که در دنیای هستی پهناور وجود دارند در امان بماند. ثم استوى الى السماء یعنی سپس قصد اراده چیکار کرد؟ آماده کردن زمین را کرد، آسمان را کرد که ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. پس آسمان را هم 7 آسمان قرار داد، 7 درجه. و این حکمت دارد. حکمتش در اینه که آن جهان هستی که آماده زندگی کردن است در اوج حفاظت و امنیت و آسایش باشد. ولی یک آسمان هم شاید کافی بود، ولی خداوند عزوجل که میخواد انسان در کمال آسایش و راحتی در این زمین زندگی کنه 7 حفاظ برای این زمین قرار داده. فسواهن التسویه یا کلمه سوا یعنی چی؟ سوا به معنای این که کاملش کرد. یه چیزی وقتی که در اوج دقت و اندازه و کمال درست میشه میگه که حالا به تسویهش رسونده، یعنی به کمالش رسونده. فسواهن 7 سماوات یعنی پس درست و کامل ساخت اون آسمان ها را. سپس فرمود الله بكل شيء عليم. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وهو بكل شيء عليم. و خداوند سبحانه و تعالی بر هر چیزی چیه؟ بر هر کاری که اراده کند و بخواد داناست. بلکه نه تنها دانا بلکه بسیار داناست. در هر کاری بسیار داناست. ترجمه این آیه با توجه به آنچه که در این معانی و مفاهیم گذشت این میشه. مختصر هو الذی خلق کیف تکفرون بالله. ابتدا چگونه به الله کفر می‌ورزید ای کافران، حالان که مردگانی بودید که شما را آفرید و سپس شما را میمیراند و بعد از آن زنده تان میگرداند، آنگاه به سوی او برگردانده میشوید. ثم الیه ترجعون. هو الذی خلق لكم یعنی اوست کسی که هر چی در زمین است برای آنچه در زمین است را همگی و جملگی برای شما آفرید، آنگاه بر آسمان اراده کرد و برتری گرفت و آنها را 7 آسمان قرار داد و او با وجود علو مرتبهش و بلندی مقامش بر هر چیز آگاه و از هر کاری مطلع است. به شرح و تفصیل این آیات اگر بپردازیم مختصر میگم خدمتون چون وقت هم کم هست. اولا خطاب تهدید آمیز قرآن کریم به کفار و منکرین قیامت را، چون در یک جا به عنوان اولئک هم الفاسقون و در آیه بعدش اولئک هم الخاسرون معرفی کرد که صفاتشون بیان کرد و حالا میخواد بگه که اینهایی که راه کفر و ظلمت را در پیش گرفتن اینها در اوج بدبختی دارن زندگی میکنن. چگونه به خودشون اجازه میدن که در این حالت به سر ببرن حالا که میدونن این دنیا با تمام هستی با تمام نعمتهاش خدا واسهشون آفریده و خودشون حتی از نیستی به وجود اومدن و سپس میمیرن و سپس دوباره زنده میشن تا اینکه حساب کتاباشون پس بدن. کجا عقل و هوش و استعدادشون؟ خداوند میخواد تهدید بکنه با قرآنش
اون کفاری که عقل خودشون را در همه چیز دنیا به کار میبرن جز در مبحث خداشناسی. تذکر میده خداوند عزوجل به نعمتهای وافر دنیا، اون نعمتهایی که در اعداد شمارش نیست و هیچ کس توان به حساب کشیدن اونها را نداره. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر نعمتهای خداوند را بخواید شمارش کنید به شمارش نمیاد. خب این نعمتهای بیکران الهی که خداوند فرمود هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا، هر چی در این آسمان فکرش کنید مال شماست، واسه شما. و میگن لام در اینجا لکم لام اختصاص هست، برای شما آفریده شده. پس بنابراین انسان باید سر هوش بیاد، عقل بیاد و تذکر بگه خداوندی که این همه نعمت را واسه انسان آماده کرده، پس چرا باید کافر و ناسپاس باشد؟ چرا شکرانه این نعمت ها رو نباید خوب ادا کنه؟ و همچنین ثم الیه ترجعون، میخواد بگه که مبدأ و معاد هر دو از خداست. خدا شما را آفریده و حالا هم به سوی خدا دوباره برمیگردید. حواستون جمع کنید آن خدایی که این همه نعمت داده حکمت داره در کارش و از شما حساب و کتاب میخواد. پس درس ها و نکات آموزنده این درس مختصر این میشه: کفر بدترین گناست و لذا نباید در کفر سرانگاری کرد. یعنی اگر کافری را دیدیم در مسائل دینی و عقیدتی باش کوتاه بیایم. در تجارت و تعامل معاشرت دنیوی مبحث جدا است، اما در مسائل عقیدتی انسان مؤمن مسلمان نباید از مبدأ عقیدتی خودش کوتاه و پایین بیاد، بلکه باید سعی کنه اونها را تذکر بده و یادآوری کند و بهشون بگه که شما خلق خدایید و خدایی را سپاس بگید. این دنیا، این آیات میخواد به ما بگه که این دنیا خلق خداست و دلیل بر وجود عظمت و قدرت بیکران الهی داره. این آیات میخواد به ما بگه که اصل در تمام امکانات دنیا که خداوند فراهم کرده، اصل در اینه که مباح و جائز و قابل استفاده است، مگر اینکه دلیل شرعی بر حرمتش باشه. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق. بگید چه کسی است که اون خوبی هایی که و پاکی هایی که خداوند در این دنیا برای شما، برای بندگانش آفریده حرام بکند؟ پس بنابراین نباید چیزی را که هنوز دلیل قطعی نداریم بر بندگان حرام بکنیم مگر اینکه دلیل داشته باشیم. اصل چهارم و یا درس چهارم و نکات آموزنده آخر اینه که همیشه باید شکرگزار نعمت ها بود تا اینکه خداوند عزوجل نعمت‌هاش رو سر ما مستدام و همیشگی و پایدار بدارد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. با توجه به این آیات و این تفاصیلی که گذشت و ارتباط این آیات با آیات به اصطلاح صدر این پاراگراف که از ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودة شروع میشد، میتونیم به این نکته برسیم که خداوند عزوجل با ضرب المثل های قرآنی میخواد عقلهای انسانها را ارتباط بده به فطرتشون، چون انسان هم با عقل زندگی میکند هم با فطرت، با وجدان. عقلش را باید به کار بگیره در جهان پهناور تا خدایی را بشناسد و با فطرت خودش، با وجدان بیدارش اون رو دوباره به خداپرستی راهنمایی بکنه و شکرانه این نعمت‌ها را ادا بکنه. امیدواریم که خداوند عزوجل به همه ما توفیق بده، عقلمون را در مسیر قرار بدیم که خداوند خواسته و از اون خوشنود میشه و فطرت و وجدانمون را همیشه بیدار نگه داریم تا اینکه شکرانه این نعمت‌های بیکران الهی را ادا بکنیم و بنده خوب خدا باشیم. خدا یار نگهدارتون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.